یک فایده میدم از ابو طیب متنبی صاحب دیوانش در دیوانش میگه یک شاعر و کم من عائب قولا صحیحا و آفته من الفهم السقیم. چقدر آدم های هستند که سخن درست را عیب میکنند. نصوص قرآن و سنت و منهج شریعت عیب نکردن سخن درست اگرچه قائلش کافر باشد. و کم من عائب قولا صحیحا و آفته من الفهم السقیم. چقدر آدم های هست که قول درست را سخن درست را عیب میکنن، انتقاد میکنن، سرزنش میکنن صاحبش، آفتش از فهم بیماری خودش. فهم درست نداره، سخن درست نمیفهمد، نادرست نقل میکند، نادرست حکم میکند. بنابراین تماشا بینان عزیز، برادرهای عزیز، خاطر رسان میکنم که سخن درست فهمید. وقتی که یک زنی کافر بلقیس ملیکه سبع گفت که ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة. پادشاه ها اگر به یک کشور هجوم کنند، پادشاه های ابرقدرت به یک کشور اگر هجوم کنند، افسدوها، اون زمین ویران میکنه دیگه. امارت هایی که به میلیون سالها، به میلیون سومها مبلغ های زیاد ساخته شده است، در یک لحظه اونا فساد میکنن، خراب میکنن. یا بمبش آمده میافتد، یک دامی که مثلا دارای 5-6 میلیون دلار است از بین میرد با تمام مال و ملکی که در فساد میکنن شهر. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. پادشاه ها با یک اگر دیه درآیند، دیه چپگردان میکنند. و جعلوا اعزة اهلها اذلة. عزیزترین مردم دیه را خوارترین آنها میکنند، یا آدم های با آبروی زیر پا میکنند. الله تعالی این گپی کی بود؟ این سخنی بلقیس، یا پادشاه ملیکه کافر بود. الله تعالی چی گفت؟ و کذالک یفعلون. و همین گونه هم میکنن گفت. لیکن این گپی زنک راست است گفت. این زن کافر است، زن هست. الله تعالی وقتی که سخنی درست، سخنی مثلا تجربوی واقعی که گفت، تصدیق کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم صدقه که و هو کذوب گفتن، راست گفته سو لیکن وای دروغچی گفتن. شیطان به ابو هریره آمده، چه خیلی که در صحیح بخاری است، میگه که اگر خلاصه قصه این است که اگر پیش از خواب رفتنت آیت الکرسی رو خوانی تا سحر شیطان به تو ضرر نمیرساند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه صدقه که و هو کذوب، راست گفته سو لیکن وای دروغچی است گفتن. ببینید شیطان کافر است. بلقیس کافر بود وقتی که اون سخن گفت. الله سخن بلقیس تصدیق کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن شیطان تصدیق کردن که راست میگفتن آیت الکرسی پیش از خواب خوانی، در خواب چیز ضرر نمیکند گفتن. بنابراین سخن اگر سخن درست باشد، و اولا درست فهمیدن نکار، درست نقل کردن نکار، عیب کردن نکار، نه اگرچه گویندش آدمی خوب نباشد. فهمیدید برادرای عزیز؟